رحمتشاه نور نامم است. یکی از فارغای همین اینستیتوت می باشم، اینستیتوت تکنولوژی افغان از رشته برق. ماشینی که ما طراحی کردیم حدوداً 3 یا 4 سال میشه از این ماشین و این ماشین یک انگیزه بود که من اول میخواستم به خود جور بکنم، چون من نیاز داشتم به ماشین. به این خاطر ما بالاخره مجبور شدم که ما یک ماشین خودم به خود بسازم، بعدا بعد این ماشین جور بکنم. حدوداً بعد از یک سال تحقیق و بعد از یک سال تجربه ما تونستم که بازدهی ماشین بلندتر ببرم. در اوایل مشکلات خیلی زیاد بود. از هر بار تخمایی که میموندم، هر بار نواقص خود داشت، ضررهای بود که من متضرر میشدم، ولی خوشبختانه ما تونستم که حدود یک سال تمام معیاراتی که چی نوع تخم انتخاب شود، چی کارا صورت بگیره تا ای که بازدهی بیشتر شود انجام بدم. حدوداً دفعه اول چون ضررها از بخش‌های مختلف وارد میشد، حدوداً 20,000 افغانی ضرر کردم در یک ماشین. معمولاً اینا که مصرف میشن که ما در فروش میمونیم، قیمتشون متفاوت است نظر به تعداد گنجایش تخم است. از 60 عددی شروع میشه، 90 عددی است. در کل در مشخصاتی که این ماشین چوچه کشی چند ویژگی داره. اولین ویژگیش کم مصرف بودنش است. حدوداً اگر ما مصرف بالبرق حساب بکنیم، یک کارکرد داره که همزمان با برق بطری کار میکنه. اگر 50% برق استفاده شود، 50% بطری استفاده شود، کمتر از 30 افغانی در یک ماه مصرف داره. و مشخصه دومش این است که هرگاه وقتی که برق است از برق استفاده میکنه و وقتی که برق میره اتومات خودش خود به بطری وصل میکنه. مثلا ما فعلا اینجا هستم، ماشین ما در خانه است، نگران از این نیستم که برق میره یا نمیره. اگر برق میره اتومات خودش خود تبدیل به بطری میکنه. و یا مثلا 10 بجه من خواب میکنم، 10:30 برق میره، 6 صبح تا 6 صبح وقتی که اگر خودش اتومات تبدیل نکنه خود به برق، اینجا مشکل پیش میشه و تخم‌ها یخ میکنن و ضرر میشن. بدن ازی پلاستیک است. پلاستیک چند خوبیایی داره که اول سبک است، قابل انتقال است و دیگه قابلیت شستشویی داره. بعد از هر دوره چوچه کشی شستشو میشه و بدنش ما گفته میتونیم که از پلاستیک است. بله بیشتر از 2000 چوچه تولید تنها خودم تولید چوچه کشی کردیم. متفاوت است نظر به جنین خود پرنده است. مثلا مرغ شروع از 18 روز شروع میشه تا 24 روز، نظر به هر رتش است. اگر تو وقتایی میشه که 27 روز هم میکشه اگر رت کم برشون برسه. ولی در کل از مرغ حدوداً 20-21 روز، معمولا روزهای معمولیش از 20 تا 21 روز است. فیل مرغ 30 روز است، بودنه 18 روز است، مثلا کپک حدود 23-24 روز است. این فرق میکنه نظر به جنین. مصرفشان گفتم که اگر 50% از برق استفاده شود، 50% از بطری استفاده شود، حدود کمتر از 30 افغانی یا حدود 22 افغانی مصرف داره در یک ماه. همزمان کارکردش با برق و بطری است، یعنی همزمان هم با برق کار میکنه هم با بطری کار میکنه. وقتی که برق میره تا وقتی که برق است از بطری استفاده نمیکنه که بطری کم چارج شود. وقتی که برق میره برقش خودش اتومات از بطری تغذیه میکنه. این فعلا ترمومتر است، ترمومتری که درجه حرارت داخلی خود ترمومتر نشان میده و لاینی که ازی بیرون شده، هر جایی که لاین موقعیت داشته باشه حرارت و نمو موقعیت نشان میده. مثلا فعلا حرارت داخلی خودش اینجا که است 27.8 درجه است و این سنسر که از بیرون شده 27.7 درجه نشان داده شده و این اینجا حدوداً 24% رطوبت یا هیومیدیتیش است و اینی که ساعت نشان میده که فعلا
10:43 شاید ساعت شام دقیق باشه یا نباشه. در اول فوم مانده میشه، فومای ضد رطوبت و بخاطر از اینکه رطوبت حفظ شوه و حرارت حفظ شوه، این در زمستان بسیار اتفاق میفته که باید فوم به اندازهش قیچی میشه، انداخته میشه سر فوم، باز تخم مانده میشه. در 3 روز آخر باز در سر فوم کار انداخته میشه، تخما در حشر انتقال داده میشه بالاخره که 3 روز آخر 3 روزی که تخما چرخش نیاز نداره، چرخش نمیخوره. میخوایم میرم براتون عملی نشان بدم وقتی که اگر برق بره ما آیا این اتومات به شکل اتوماتیک خود به بطری وصل میکنه یا نمیکنه. مثلا فعلا ما ایره در بطری وصل کردیم، ما از برق میکشم میره، خودش اتومات خود در بطری وصل میکنه. شما میبینید که 27.2 درجه فعلا کار میکنه، یعنی از برق بطری چون ضعیف است فعلا از بطری استفاده میکنه. وقتی که برق می باز پس از بطری خودم میکشه، اتومات خود در برق وصل میکنه. فعلا ما یک استاد هستم در انستیتوت تکنولوژی افغان. من نیاز به حمایت معنوی و مادی اداره و خود دولت اسلامی با شما دارم. از شاگردای ما داریم هستن کسایی که خیلی کوشش کردن در رسای مختلف، نوآوری‌ها و طرح‌های مختلف کار کردن. اگر ما شما حمایت شویم، مطمئنا افغانستان یک کشور صنعتی خواهد بود و مشکلات مختلف ما فعلا است، از هر لحاظ مشکل داریم، ولی ما نیاز به حمایت داریم. خود استادان نیاز به حمایت جدی دارن. در هر دوره‌ای که بوده استاد بیچاره بوده. ما از توقع ما از خود امارت اسلامی افغانستانی است که استاد را از حالت بیچارگی بکشه. این توقع ما از امارت اسلامی افغانستان است.